بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی، الله ذات است که جعل لكم اللیل، خلق کرده بر شما شب را، لتسکنوا فیه، تا سکون و آرامش پیدا بکنید در شب. و النهار، و الله ذاتی است که خلق کرده روز را، مبصران، که در اینجا شما چی میباشین؟ در اونجا شما میبینین، یعنی بصارت یعنی روشن است، شما در اونجا بصارت شما در او کار میکنه. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقینا که در تمام از این نشانه های قدرت الله هست، لقوم یسمعون، برای قومی که میشنوه. قالوا اتخذ الله ولدا، این مردم های بیدین قالوا گفتن اتخذ الله، الله گرفته ولدا فرزند. سبحانه، پاکیز برای الله. بعضی کسا باز میگه که یا خو نازدانای الله هستن، سه که چی بیادبی. بعضی مخلوقات چی میگن؟ میگی نازدانه هاست. همین نازدانه پدر کی میباشه؟ در یگان خانه میری یک بچه از بسیار لچک است، لندغر است، بی تربیه است، شوخی میکنه، میگی چرا این کارا میکنه؟ میگه والا این نازدانه است، هیچ پدر چیز نمیگه. بازی تهمت چی میگن سر الله میگن، یعنی الیاذ بالله الله هم فرزند گرفته، بازو فرزندش نازدانه است، بسیار لودره، الیاذ بالله. هم به شخص توهین میکنن، هم به خالق متعال توهین میکنن. از این خاطر الله متعال میگه و قالوا اتخذ الله ولدا، و اینا گفتن که الله متعال فرزند گرفته است، نازدانه گرفته است. سبحانه، پاکی است الله متعال را از گرفتن فرزند و نازدانه و از گرفتن شریک و ند. هو الغنی، او مردم، الله متعال یکی از اسماء و صفاتش الغنی هست. الله متعال غنی هست، نیاز نداره به فرزند، نیاز نداره به همسر، نیاز نداره به سکرتر، نیاز نداره به شریک. له ما فی السماوات و ما فی الارض. چرا الله نیاز نداره؟ به خاطر از اینکه تمام آنچه که در آسمان و زمین است کلش از الله هست، مخلوقات الله هست، کلش بنده های الله هست. این عندکم من سلطان، نیز به نزد شما کدام دلیل به هذا، به این سخنان کفری که میگن اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا شما میگین بر الله متعال ما آنچه را میگین که لا تعلمون، خودتان علم ندارین. قل ان الذين، بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یقین داشته باشین، الذين، کسانی که یفترون علی الله، که افترا و تهمت میکنن بالای الله، الکذب، دروغ تهمت میکنن، لا یفلحون، یا ابدا کامیاب نمیشن، ناکام میشن. متاع الحیات الدنیا، متاع زندگی دنیا هست. ثم الینا، یک چند روز متاع بگیرن، یک چند روز از این چیزهای لذت های دنیوی استفاده بکنن. ثم الله میگه الینا، به سوی ما مرجعهم، رجوعشان باز به طرف ما. ثم نذیقهم، باز برشان یک ذائقه میچشانیم برشان. چی را؟ العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، عذاب بسیار سخت به سبب آنچه که اینا چی شدن؟ کافر شدن. قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا گفتن اینها مشرکین یا مثلا نصرانی ها یا یهودی ها و یا دیگه مردمایی که بیدین هستن، میگن که اتخذ، گرفت یا اختیار کرد، الله متعال ولدا، فرزند. سبحانه، پاکیست الله متعال را، هو الغنی، الله متعال ذات غنی هست، نیاز به فرزند و اولاد و همسر و شریک و سکرتر و رئیس دفتر و ایگپا نداره. له ما فی السماوات و ما فی الارض، له خاص برای الله هست ما آنچه که از مخلوقات است، فی السماوات در آسمان ها، و ما فی الارض و آن مخلوقاتی که در زمین است. ان عندکم من سلطان، ما عندکم یعنی نیست به نزد شما، من سلطان، این کدام دلیل به هذا، به این سخن کفری و شرکی که شما میگین. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا شما میگین بر الله آنچه را که نمیدانین. قل ان الذين يفترون على الله الكذب، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان الذين، یقینا کسانی که یفترون، افترا میکنن، علی الله، بر الله متعال، الكذب، دروغ را، لا یفلحون، اینا کامیاب نمیشوند. متاع فی الدنیا، اینا یک متاع میگیرن در زندگی دنیا، چند روز زندگی دارن، چند روز نعمت دارن، موتر دارن، بلند منزل و خانه دارن. ثم الینا مرجعهم، باز به سوی ما رجوعشان است. ثم نذیقهم العذاب، باز الله متعال میگه ما بر از اینا میچشانیم عذاب شدید را، بما كانوا یکفرون، بس خاطر از اینکه اینا کافر شدن با این سخنای کفری که گفتن. واتلو علیهم، آل الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر دیگر مسلمان ها میگه که این حالتی که کافرها میکنن در زمان شما، ای تنها در زمان شما نیست، بلکه قبلا هم بالای دیگر موحدین
بالای دیگه مؤمنان، بالای پیغمبران، بالای پیروای پیغمبران سر از اینا هم اینا بسیار بد اخلاقی ها کردن. الله متعال مثال های را بیان میکنه، میگه واتلو علیهم نبأ نوح، تلاوت کن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر امت خود نبأ نوح، قصه یا امو سخن های یا خبر اخبار نوح علیه السلام را، اذ قال وقتی که گفت نوح علیه السلام لقومه و قومش، یا قوم ای قوم من ان کان کبر علیکم مقامی، ای قوم اگر بزرگ است بر شما مقام جایگاه ما، یعنی بسیار بزرگی کرده بالای شما مقام ما و تذکیری و یاد ما به آیات الله، که من شما را یاد میتم، به یاد میآورم، پند میتم شما را به آیات الله. فعلی الله توکلت، پس ما توکل میکنم بالای الله. فاجمعوا امرکم، پس شما جمع بکنید اوامرتان را، یعنی کلتان سخنایتان یکی بسازین، و جمع بکنین شرکاءکم شریکانتان را، ثم لا یکن امرکم علیکم غمه، باز نمی باشد امی امور شما بالای شما. اینجا از کلمه غم و رنج و درد گرفته شدن، یعنی امی چیزهایی را که شما میکنین ای بالای شما باز کدام غم نمی باشه بر شما، کدام چی نمی باشد. ثم خذوا، بعد از شما خودتان قضاوت بکنین، فیصله بکنین. الی ولا تنظرونی، یعنی باز مرا مهلت نتین، هیچ مهلت نتین. اما هر چی که از دستان میشه امی کسره نون که به معنای تنظرونی یا حذف شده، اینجا نون زرنی ذکر شده، ولا تنظرونی، و باز مرا شما مهلت نتین. فان تولیتم، اگر باز رو گشتاندین، فما سألتکم من اجر، ما از شما هیچ سوال نمی کنم هیچ اجر و پاداش را. این اجری الا علی الله، اجر ما بالای الله هست، یعنی اجوری یک انسان دعوتگر، اجر انسان دعوتگر، اجر پیغمبر. هیچ وقت پیغمبر، پیروای پیغمبر، مسلمانای حقیقی، دعوتگرای حقیقی از مردم اجره نمیگیرن، پیسه نمیگیرن، مال نمیگیرن، در مقابل مال دین فروشی نمیکنن. این پیغمبر میگه که فما سألتکم من اجر، من نخواستم از پیش شما هیچ اجر و پاداش. این اجری الا علی الله، اجر ما یا اجره ما بالای الله هست، یعنی من الله باز پاداش میده. و امرت، و ما خودم امر کرده شدیم من اکون من المسلمین، که خودم از جمله مسلمانان باشم. فکذبوه، الله متعال میگه باز اینا ای را تکذیب کردن، فنجیناه، باز ما او را نجات دادیم، و من معه، و او کسانی که به همراه از او بودن، به همراه نوح علیه السلام، اینا را نجات دادیم، فی الفلک، در امو کشتی که نوح علیه السلام ساخته بود. و جعلناهم خلائف، و باز الله میگه ما اینا را گرداندیم خلیفه، جانشین بر او کسایی که قبل از اینا بودن. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، و ما اینا را گرفتیم خلیفه زمین، گشتاندیم که اوامر الله را مطابق حکم الله، امو قسمی که الله گفته در زمین الله تطبیق بکنن. و اغرقنا الذین کذبوا، و ما غرق کردیم کسانی را که کذبوا بآیاتنا، تکذیب کردن به آیات ما. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، پس ببین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کیف کان، چگونه بود، عاقبت و انجام، عاقبت و نهایت، المنذرین، و کسانی که ترسانده شده بودن، لکن اونا ترساندن که پیغمبرها کرده بودن او را قبول نکردن، اینا منذر بودن، یعنی برشان خبر رسیده بود، ترسیده بودن، ترسانده شده بودن، لکن قبول نکردن. ثم بعثنا، بعد از ما مبعوث کردیم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من بعده، بعد از نوح علیه السلام، رسولا پیغمبرای دیگر، الی قومهم، به قومشان، فجاؤهم بالبینات، امی قسم که تو دلایل روشن آوردی، او پیغمبرها هم بر قوم خود دلایل روشن آورده بودن. فما كانوا لیؤمنوا، پس اینا نبودن که ایمان بیارن، بما کذبوا به من قبل، به آنچه که اینا تکذیب کرده بودن به آن قبل، اینا هم وقتی که تکذیب کرده بودن باز ایمان نآوردن. كذلك نتبع على قلوب المعتدین، الله متعال میگه این قسم ما مهر میگذاریم به قلبهای انسانهای تجاوزگر. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون، این می قسم که حالتی که به امرای تو هست قبلا امرای نوح علیه السلام بود، بعد از او سعی کن مثال ها را ببی، از اینا پند بگی، از اینا عبرت بگی، ببی که سر دیگه پیغمبرها همین تو مشکلات آمده سر شما هم میایه. ثم سپس بعثنا من بعدهم موسی و هارون، فرستادیم بعد از اینا موسی علیه السلام و هارون علیه السلام، اردویشان را یک جایی در یک منطقه. با کی فرستادیم؟ الی فرعون و ملئه، به فرعون و لشکریانش و پیروانش،
به آیاتنا با دلایل بسیار روشن و با بسیار معجزات فاستکبروا باز اینا تکبر کردن و کانوا قوما مجرمین و اینا بودن یک قوم مجرم فلما جاءهم الحق فلما پس هنگامی که آمد برشان حق توحید حق یعنی توحید وحدانیت الله دلایل وحدانیت الله من عندنا از جانب ما قالوا گفتن امی فرعون و پیروانشان این هذا یقینا که نمی چیزا که است این هذا یقینا که موسی علیه السلام که است یا اینمی پیامی را که موسی علیه السلام آورده لسحر مبین یک سحر چی است جادو هست مبین آشکارا قال موسی میگه موسی علیه السلام برشان گفت اتقولون للحق لما جاءکم آیا شما میگین برای حقی که برای شما آمده است اتقولون آیا میگین للحق برای حق برای توحیدی که لما جاءکم ولا زمانی که آمد برای شما السحر هذا آیا امی کتابی را که برای شما آوردیم ایجادو هست ولا یفلح الساحرون جادوگرا هیچ وقت کامیاب نمیشه قالوا اینا چی جواب داشتن جواب نداشتن در مقابل موسی علیه السلام فقط گفتن که گفتن امیر لشکریان فرعون و خود فرعون اجئتنا آیا ای موسی علیه السلام تو آمدی لتلفتنا تا تو را ملتفت بسازی روی ما را بگردانی اما وجدنا علیه آباؤنا از آنچه که رواج بر ما مانده است پدرای ما اعتقاداتی که به شکل رواج ها در بین از اینا منتشر بود و تکون لکم الکبریا میگه دیگه چی مشکل داشتن که مردمای بیدین عادت داره وقتی که یک دعوتگر اونا رو دعوت کنه بازی میگه که اوه این به خاطر منفعت به خاطر چوکی کار میکنه به خاطر قدرت میگیره بر موسی علیه السلام و بر هارون علیه السلام هم گفتن شما آمدین که ما را از دین پدرای ما بانین باز قدرت شما بگیرین باز شما کلانکار باشین و بزرگ باشین و چوکی از شما باشه قدرت از شما باشه و تکون لکم الکبریا و باز بر شما باشه امی کبر و غروری که فرعون داره بازی از شما باشه العیاذ بالله فی الارض در زمین شما بزرگی باز در زمین داشته باشین و ما نحن لکم بمؤمنین و ما برای هر دوی شما مؤمن نیستیم نه به موسی نه به هارون و قال فرعون و آل فرعون میخواه که ثابت بکنه که اینا چی هستن ساحر هستن گفت که برین ساحرها را بیارین که من شکست بدم و قال فرعون اتونی بكل ساحر علیم فرعون گفت برین بیارین برای من بكل ساحر تمام ساحرها و جادوگرایی که علیم بسیار جادوگرای عادی نباشن خوب عالم باشن و مشهور باشن و قوی باشن فلما جاء السحرة پس هنگامی که الله میگه آمدن جادوگرا قال لهم موسی علیه السلام برشان گفت که القوا بیاندازید ما انتم ملقون آنچه را که شما میاندازید از سحر جادو فلما پس هنگامی که القوا انداختن قال موسی علیه السلام برشان گفت ما جئتم به سحر ما آنچه را یعنی الذی آن چیزی را که جئتم به آنچه را که شما آوردین از سحر و این سحر از جادو هست ان الله یقین داشته باشین که الله متعال سیبطله زود باطل میکنه این سحر و جادوی شما را ان الله یقین داشته باشین که الله که اصلا یصلح و اصلاح نمیکنه عمل المفسدین عمل فاسد فاسدان را مفسدین را و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون و یحق و متحقق میسازد الله متعال الحق حق را بکلماته با کلماتش ولو کره المجرمون اگرچه کراهیت و بدبینی داشته باشه مجرما فما آمن پس رسول الله صلی الله علیه و آله جگر خون نشو به خاطر از اینکه بسیار کافرها قبول نمیکنه فما آمن پس ایمان نآورد به موسی علیه السلام لموسی و موسی علیه السلام الا ذریه من قومه مگر یک تعداد کمی از قومش علی خوف من فرعون چرا یا ایمان نمیآوردن به خاطر چی راه حق قبول نمیکردن همیشه مردم از کی میترسن از طواغیت میترسن که اگه من دیندار شوم اگر ریش بارم اگر ترجمه بخوانم اگر حدیث بخوانم باز فرعون صفاتی ها مرا بندی میکنه مرا میکشه مرا چطور اینا هم یک تعداد کم مسلمان شدن علی خوف من فرعون با وجود ترس از فرعون و ملائهم و لشکریانشان ان یفتنهم که اینا را در فتنه پرته اینا را بندی کنه اینا را بکشه اینا را به قتل برسانه و این فرعون لعال فی الارض و یقینا که فرعون بسیار بدماشی میکرد عال یا خود بسیار بزرگ میپنداشت نسبت به دیگرا خدا میگفت ما بسیار بدماش بزرگ هستم بسیار کلان هستم بسیار خطرناک هستم فی الارض در زمین و انه لمن المسرفین یقینا که فرعون مثل فرعونیای عصر شما و از جمله کسایی بودند که اسراف زیاده روی میکردند و قال موسی و گفت موسی علیه السلام یا قوم ای قوم ما
این کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان آوردین به الله، فعلیه توکلوا، پس فقط به الله توکل بکنین. این کنتم مسلمین، اگر شما حقیقتا مسلمان هستین، یعنی مسلمان حقیقی کسی است که فقط به الله توکل میکنه و از هیچ چیز نمیترسه. فقالوا، پس گفتن همی کسایی که مؤمنای حقیقی بودن، علی الله توکلنا، ما بر الله متعال توکل کردیم. ربنا، ای پروردگار ما، لا تجعلنا، مگردان ما را فتنتا، امتحان، لقوم الظالمین، بر قوم ظالمان، و نجنا برحمتک، و نجات بده ما را یا الله و رحمت خود، من القوم الکافرین، از قوم کافرا. و اوحینا الی موسی و اخیه، و ما وحی کردیم موسی علیه السلام و اخیه و برادرش هارون علیه السلام، ان تبوأ لقومکما بمصر، که شما تبوأ آماده بسازید، چی؟ بسازید، آماده بسازید، لقومکما، بر قومتان، بمصر، در مصر، بیوتا، خانه ها، واجعلوا بیوتکم قبله، و بگردانید بیوتکم، خانه هایتان را، قبلتا، یعنی روی خانه هایتان طرف قبله بگردانید، یا خود خانه هایتان را جای عبادت بگردانید و به طرف عبادت الله مشغول شوین. و یا مساجد در بین خانه هایتان بسازین که مردم در اونجا عبادت بکنن. و اقیموا الصلاة، و اقامه نماز بکنین. و بشر المؤمنین، و الله متعال میگه و بشارت بتی بر مؤمنا. و قال موسی، و گفت موسی علیه السلام، ربنا، ای پروردگار ما، انک آتیت فرعون و ملأه الزینه، یا الله تو دادی بر فرعون و لشکرش زینت، یعنی اینا خوب قصر دارن، خوب توپ و طیاره و وسایل می داشته باشه. فرعونی های او وقت بسیار تعمیرهای بزرگ و سلاحهای بسیار عصری هم وقت داشتن دیگه. الله متعال گفت که پروردگار تو دادی برای فرعون و برای لشکرش یک زینت دادی، زینت در خانه و قصر و مسائل ظاهری می باشه، و همچنان برشان و اموال و مال دادی برشان فی الحیات دنیا، و در زندگی دنیا. ربنا، ای پروردگار ما، لیضلوا عن سبیلک، اینای کارا را، مال و قصر و زندگی را کلش چی ساختن؟ وسیله ساختن که لیضلوا، تا گمراه بسازن مردم را، عن سبیلک، از راه تو. ربنا اطمس علی اموالهم، پروردگار هلاکت بیار، علی اموالهم، یعنی از بین ببرم مالهایشان را. واشدد علی قلوبهم، و کم بگیر سخت بساز زیر قلبهایشان. فلا یؤمنوا حتی یروا، که ایمان نیارن حتی یروا العذاب، تا زمانی که اینا ببینن عذاب دردناک. موسی علیه السلام بسیار جگرخون شد وقتی که فرعون دید و تکبر شدید و وضعیت خراب شدید دیگه. الله متعال گفت پروردگار، همین مال از اینا، همین قدرت از اینا را متکت که ایشان بکو، هلاکشان بکو، که دیگه از شر از یا کل مسلمان خلاص شود. قال، گفت الله متعال، قد اجیبت دعوتکما، یقینا که اجابت شد، قبول شد دعای شما دو نفر موسی و هارون. فاستقیما، پس شما خودتان اردویتان استقامت داشته باشین به دین الله، به توحید الله. ولا تتبعان، و اردویتان متابعت نکنین ابدا، سبیل الذین لا یعلمون، راه کسانی که علم ندارن، نمیفهمن. الله متعال میگه و جاوزنا، و ما گذشتاندیم، به بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را. از کجا گذشتاندیم؟ البحر، از بحر قلزم، از اون بحری که در اونجا بود. فاتبعهم، پس در عقب از اونا آمد، اونا را تعقیب میکردن کی؟ فرعون و جنوده و لشکریانش. چرا این کار میکردن؟ بغیا و عدوا، به خاطر بغاوت و سرکشی و به خاطر دشمنی و تجاوز بر حقوق الله. حتی تا زمان اذا، هنگامی که ادرکه غرق شد. قال، باز در این وادی غرق، وقتی که هر کسی که ملک الموت ببینه پرده غیب از چشمایش بالا شود، وقتی که پرده ها بالا شد، صدا کرد فرعون. قال، گفت فرعون، آمنت، ما ایمان آوردیم. اینه در وادی مرگ ملک الموت که دید دیگه، آل در وادی غرق دیگه فرعون چی میگه؟ آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. فرعون گفت که اما ایمان آوردم، انه یقینا که لا اله، نیست هیچ کس مستحق از که عبادت شود، نیست هیچ کسی که رب باشه. سابق فرعون میگفت که انا ربکم الاعلی، آل میگه نیست هیچ کس مستحق از که ذاتش عبادت شود و یا قانونش تطبیق شود، الا مگر الذی، او ذاتی که آمنت به بنو اسرائیل، ایمان آورده به او بنی اسرائیل. و انا من المسلمین، و ما هم از جمله مسلمان هستم، یعنی ما هم تسلیم هستم به الله.
آلی که ای در وادی که ملک الموت دید و عذاب دید، در این وقتی که غرق میشه ای صدا کرد، الله متعال در جوابش برش گفت که الان وقد عصیت. آله بعد از اینکه چندین سال بر تو وقت دادیم، او وقت تو تکبر کردی، آل وقد عصیت، بسیار تو چی کردی؟ نافرمانی کردی قبل و پیش از این. و کنت من المفسدین، تو از جمله فسادکارا بودی. آل در وقت جان کندن و مردن ایمان کس قبول نمیشه. متوجه هستین؟ ایمان کس قبول نمیشه. یک وقت یک کسی قصه کرد، میگفت در بین دریا چند تا ماهیا بودن. همین قصه فرعون هم میخواست در ذهن خردا خوبه متو بشینن. میگه چند تا ماهیا در بین بحر بودن. این ماهیگکا کلشان دیگه بسیار چی میگه، در بین از یک ماهی بود دیگه خوبه متو اندامک خدا رامبو رو جور کرده بود. این دیگه آمد کلانکاری میکرد زیاد. از این بالا یک توته گوشت آمد که گوشت آمد، این ماهیای دیگه که ریش سفید بود بهش گفت او ماهی رامبو از این گوشت نخو، خطرناک است. گفت چی خطر است؟ گفت فی خود دنیای ماهیاست بالا کست، اونجا آخرت ماست. خب گفت اونجا جای دیگه است. گفت اونجا جای بسیار خطرناک است. گفت چیست اونجا؟ گفت اونجا که بیری اگه گوشت بخوری در داخل از یک چنگک است، ایدمی حلقت بند میمونه که این بالا بری که اونجا یک آدم بروتی کتش اشته دیگه همه تو کار دام نمیده شکمت پاره میکنه. اونجا یک آتش دوزخ از دوزخ مایا دیگه، آتش یک کاسه کلان ماندگی است و در بین از او باستره میپرده جغ بغ میشی. این ماهی برش گفت که بری دروغگویی. یاره چی میگی؟ من ماتریالیست هستم. من تا که چیز به چشم خود نبینم در ماتریالیسم دیالکتیکی، تا که من به چشم خود چیزا رو نبینم من هیچ قبول نمیکنم. شما به عقل مردم بس این وقت ضایع میکنین که چنگک هست که من دیگ است کوکی. من خود طرف شرق بحر سفر کردم، شما خود پیسه ندارین. من رفتم سعی طرف سفر کردم، شرق شمال جنوب، مایای سرخ است، مایای زرد است، مایای گلابی است، بسیار چیزای لکس است. من دیگه دیدم، نه روغن دیدم، نه آتش دیدم. آخر یاد دیدن که با خدای خود قبول نمیکنن. چطور کنیم؟ یکیشان گفت برشان صدها چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خیش. بان که دفعه ببینه این ماتریالیست انشاءالله باز او وقت باز میفهمه چی است. این سبه می ماهی دوید تو باش ما بخورم سعی کنین زوره کمی رفت، کمی گوشت کمی خورد، دمی گلونش در آمده می چنگک بالا کشش کرد که این بالا شد، امی کلیش که از این بحر بالا شد، چشمایش هم چی شد؟ دید اون دیگه روغن جوش میخوره، اون ماهی گیر، اون مرچ مساله، اون دسترخوان، اون 20 نفر هم شیشته دیگه. حالا که چی ماهی کتا آمده سه این رسید گرفتن آدمی کشش کرده بی سر ریگ انداختش که بغلای دیسه در گرفت، سوخته رفت هر قدر چیز ماهی گیر کشش کرد. گفت رازه نانایه تو بیا همیشه کمک هزیره گفت سرم تزمیه و این پاره کرد دو تو تیش کرد انداختش نمی روغن. میگه صدا میگه صدها چراغ داشتم و بیراه می رفتم، بگذار تا بسوزم و بینم سزای خیش. عالم انسان هم وقتی که کافر است، آل فرعون وقتی که ملک الموت می خفکش کرد، فبصرک الیوم حدید، چشما باز تیز میشه. چطور حدید میشه تیز میشه؟ میگه این پرده های غیب برداشته میشه، جنت هم میبینه، دوزخ هم میبینه، عذاب هم میبینه، کل چیزا. آل خود تابال خود غیب، آل که دیدی باز ایمان به غیب خلاص شد دیگه. آل دیگه در این لحظه که فرعون کل چیزا که اوه من میگفتم ربکم الاعلی، دید که هر ملائکه هست که یک دانه کور دمی دست خود بگیره فرق فرعون بزنه. همین ملک الموت دید که دستشان قدر قوی است که یک پچق میکنه صاحب 16 مرتبه وضوی فرعون مشکنه. این عزیزه سه بعد از گفت سه اینجا باز فرعون صدا کرد که فهمید یعنی حتی اذا ادرکه الغرق، الله متعال میگه وقتی که غرق قضیه آمد، قال صدا کرد امی فرعون که متکبر بود، کلان بود، ترامپ عصر موسی علیه السلام بود، جورج بوش عصر موسی علیه السلام بود، اینمی کافرای کلانکار و خطرناک یهود و نصارا و کل از اینا با زواده جان کندن و مردن وقتی که ببینن با صدا میکنه آمنتم ایمان آورد من نه یقین است این که لا اله
نیست هیچ کس مستحق از اینکه ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا الذی، مگر فقط آن ذاتی که آمنت بهی بنو اسرائیل، ایمان آورده به او بنی اسرائیل. و انا من المسلمین، و گفت من که هستم از جمله مسلمان ها و تسلیم شده هستم، من تسلیم هستم به الله. الله متعال ایمان شده و قبول نمیکنه و برش میگه که الان و قد عصیت. خوب متمنن چند سال بر تو وقت دادیم قبول نکردی، آله که کل چیز دیدی و قد عصیت، و آل تو دیگه در جمله کلاسایی هستی که نافرمانی کردی قبل و پیش از این. و کنت من المفسدین، و بودی در جمله مفسدان فسادکاران. آل الله متعال برش میگه که فالیوم ننجیک ببدنک، چون تو فرعون خطرناک بودی، بسیار مردم از تو میترسیدن. مردم فکر نمیکردن که اوه فرعون میمره، فرعون میمره. الله متعال گفت که غرقت میکنه، باز مرده و جسد تو را کت بحر نمیبرم، اما تو کلان میکشمت که کل مردم هم مردار شدگی تا ببینن. فالیوم ننجیک ببدنک، باز امروز ما نجات میتیم میکشیم امو بدن تو را بعد از اینکه مردار شدی. لتکون لمن خلفک آیه، تا که باشه خوب دلیل روشن برای کسایی که بعد از تو فرعون های دیگه عصرها میه، برای ازیای دلیل باشه سهل کنن که این فرعون چه قسم شد. حال هم علما میگن که باز امی جسد فرعون چی کردن؟ باز امی جسد فرعون پیدا کردن. باز یک کسی هست موریس بوکایلی را میگه من در فرانسه بودم، رئیس جراحا بودم. باز میگه او وقت هم رئیس جمهور فرانسه باز میگه از مصر طلب کرد که امی جسد فرعون بر ما بده که ما تحقیق کنیم. باز میگه من سر از چند وقتی باز میگه جسد فرعون از مصر بردن به کجا؟ به فرانسه، در زمان فرانسوا میتیغان. فرانسوا میتیغان و میگن ما شما فرانسوا میتران میگیم، ما ریره غین میگن فرانسویان. باز میگه در وقت فرانسوا میتیغان آمد از رئیس جمهور مصر خواست که همین جسد بده که ما سر از تحقیق کنیم. باز میگه بردن با بسیار چیز در فرانسه. میگه اونجا که بردیم باز امی شخص موریس بوکایل میگه که باز ما رئیس همون هیئت تحقیق بودم، میره تحقیق کردیم. باز میگه بالاخره ما کشف کردیم که این مومیایی زده شده، کشف کردیم که این غرق شده و کشف کردیم آثار نمکی در گوشایش بود. میگه ما گفتیم این اصلا به مرگ خود نمرده، این در بحر مرده و غرق شده و آثار بحر دیده میشه. میگه باز میگه کل از که ما نوشته کردیم. میگه یک وقت یک کنفرانس بود در یک جای، میگه وقتی که ما اونجا رفتم میگه برای مسلمانا که خانم مسلمانا گفت که گپ کدام چیز نو نیست. گفت چرا؟ گفت خدا قرآن ما هست که این الله متعال فرعون غرق کرد و جسدش هم کشید. میگه وقتی که آیت قرآن خواندم او که دیدم قرآن عظیم شانه که قرآن گفتم، میگه باز همین موریس بوکایل مسلمان میشه و میگه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این آیت قرآن سبحان الله. الله متعال میگه فالیوم، امروز ننجیک، نجات میدهیم تو را، یعنی کلش هم میگه نه به بدن که تنها همون جسد تو را باز میکشیم که ایره پایان با یا نخوره، بحر نبره او نبره، غرق نشه. ایره ما میکشیم لتکون لمن خلفک آیه، تا که باشد امی جسد تو لمن خلفک، برای کسانی که بعد از تو میاین از فرعونیان، از مردمای طاغوت فرعون صفت آیتا دلیل باشه اگر نه عقل داشته باشه. و این کثیرا، و الله متعال میگه که یقینا بسیاری من الناس از مردمان آیاتنا لغافلون، از آیات ما غافل و سرکش هستند. ولقد بوأنا بنی اسرائیل، این حالی آیاتی که الله متعال بر ما و شما بر رسول الله صلی الله علیه و بر ما و شما قصه میکنه. این قصه چی هسته؟ میگه الله متعال میگه شما رسائل کنین که تمام از این قصه ها که هست چی هسته؟ این یک آرامش بر انسان میده که الله متعال سعی کنین فرعونی ها رو چه قسم هلاک میکنه و همین قسم شما ببینین که چی هست؟ سر پیغمبرها، سر موحدین، سر کسایی که پیرو حقیقی پیغمبر است چقدر سختی ها میه. این کل زیره الله متعال میگه شما یکی سهل کنین، تو نگوین که والای سختی ها تنها سر ما میه و تنها سر چی میه؟ سر والا پیروای محمد صلی الله علیه و میگه سعی کنین سر موسی علیه السلام، سر هارون علیه السلام، سر نوح علیه السلام. اینا میگه این مشکلات و تکلیفات سر کل از اینا به این شکل میایه. ولقد، و یقینا الله متعال میگه که بوأنا، که ما جای دادیم بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل
مبوع یعنی جایگاه چی؟ مبوع صدق یعنی الله متعال میگه جایگاه صدق بر از دادیم و رزقناهم و روزیدیمشان را من الطیبات از چیزهای پاک فما اختلفوا پس اینا اختلاف نکردن حتی تا زمانی که جاءهم العلم یعنی الله متعال میگه که اینا اختلافشان اختلاف جهالت نیست چرا اگه یک نفر به اساس جهالت اختلاف کنه وقتی که حق برش بگید تسلیم میشن اما اینا با وجود از اینکه علم برشان میامد میفهمیدن با وجود از این یا میخواستن اختلاف میکردن ان ربک یقین داشته باشین که ربک پروردگار تو ای رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی بینهم یوم القیامه یقضی یعنی قضاوت میکنه در میان از اینا یوم القیامه در روز قیامت فیما كانوا فیه یختلفون در مورد آن چیزی که اینا اختلاف میکردن فان كنت فی شک مما انزلنا ای مسلمانی که تو قرآن میخوانی اگر در شک هستی از آنچه که ما نازل کردیم فاسال الذین یقرؤون الكتاب من قبلک پس سوال بکو از کسانی که کتاب‌های آسمانی را قرائت میکردن قبل از تو لقد جاءك الحق من ربك یقینا که آمده حق بر تو از جانب پروردگارت فلا تكونن من الممترین نباش از جمله مشککین یا کسایی که شک میکنن یا متردد میباشن این مفسرین کرام میگه که اگرچه خطاب بر رسول الله صلی الله علیه و آله است لکن درس بر امتش است چون رسول الله صلی الله علیه و آله نه در شک بود و نه هم در ریب بود پس این تردد بعضی اوقات در بین مسلمان ها و انسان هایی که پیروانش هستن پیدا میشه ولا تكونن و ما باش ای انسانی که تو قرآن میخوانی من الذین از جمله کسانی که کذبوا تکذیب نمودن به آیات الله به آیات الله فتكون من الخاسرین باز او صورت از جمله خاسرین یعنی کسانی که خسارت کردن میباشی ان الذين یقینا کسانی که حقت علیهم کلمت ربک متحقق شد علیهم برایشان کلمت ربک سخنان پروردگار تو یعنی در تقدیر الهی همین قسم رفته که اینا ایمان نمیآورند اونمو تقدیر الهی سر از اینا حقیقت پذیرفت حق شد متحقق شد لا یؤمنون اینا ایمان نمی آورند ولو جاءتهم کل آیت ولو که اگر برشان بیاید تمام آیات معجزات دلایل حتی تا چه وقت ایمان نمیارن حتی یروا العذاب الالم اینا نمیارن ایمان تا که امو عذاب دردناک را نبینن تا که عذاب نبینن اینا ایمان نمیارن فهمیدین تا که عذاب دردناک نبینن چرا اینا مردم ها که هستن یا مثل اونمو چی وارستن مثل اونمو فرعون و فرعون صفت هستن یا عادتشان در هر عصر یا فرعون می باشه یا فرعون صفت می باشه اینا وقتی که صفتشان فرعون است تا که غرق نشه تا که در قبر نره ایمان نمیره فلولا کانت نبود هیچ قریه که امانت هیچ نبود او تو قریه در عمر طی نشده هیچ تو منطقه یا مملکت نبود که ایمان آورده باشه باز بر از او منفعت بکنه ایمانش وقتی که عذاب الله بیاید الا قوم یونس مگر قوم کی قوم یونس علیه السلام لما آمنو هنگامی که ایمان آورد کشفنا الله متعال میگه دور کردیم انهم از ایشان عذاب الخزی عذاب ذلت آور را فی الحیات الدنیا در زندگی دنیا و متعناهم الی حین و برشان متاع دادیم الی حین تا یک وقت مشخص یعنی وقتی که اینا کم کم عذاب آمد این مردم فوراً توبه کردن و رجوع کردن میگه برای اینا را الله متعال از عذاب خود نجات داد ولو شاء ربک اگر میخواست پروردگار تو ای رسول الله صلی الله علیه و آله لآمن من فی الارض كلهم ایمان میآورد تمام مردم جمیعا کلشان یک جایی ایمان می آوردن در صورتی که اگر الله میخواست که ایمان اجباری باشه اگر ایمان اجباری می بود به زور مردم مؤمن می ساخت و مسلمان می ساخت بر الله آسان بود یک دفعه عذاب می آورد کل مردم تسلیم شد هیچ کافر در دنیا نه ایمان از این خاطر ای رسول الله صلی الله علیه و آله این ایمان که از اختیاری است در تقدیر الله متعال اختیار داده در تقدیر کل اگه اختیار نوشته کرده ایمان میاره یا نمیاره از این خاطر سرکس ایمان به زور تحمیل نکن افانت تکره الناس آیا تو مجبور میسازی مردم را حتی یکون مؤمنین تا ای که اینا مؤمن شود نه فقط تو تبلیغ بگو هدایت کار ما هست و اختیار برشان دادیم اگر کسی ایمان آورد کسی که نآورد تو دیگه خدا جگر خون نساز و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و نیست شایسته بر یک کسی که ایمان بیاره مگر به اذن الله یعنی وقتی که ما و شما مؤمن هستیم الله متعال این نعمت بر ما و شما داده هست قلب پاکی تو را میبینه الله باز اون نعمت خدا بر تو میده اگر نه قلبت مردار بود الله متعال میگه برای قلبی که مردار است
این مستحق ایمان نیست. از این خاطر الله متعال میگه و ما کان و شایسته است لنفس برای یک شخص ان تؤمن ای که امی شخص ایمان بره الا باذن الله مگر به اجازه الله و یجعل الرجس الله متعال میگه میگردن امی پلیتی ها را علی الذین لا یعقلون کسایی که از عقل خود استفاده نمیکنن تکبر میکنن تعصبی میکنن قوم پرستی میکنن حس پرستی میکنن فلسفه های کفری را میخوانن همیشه در مسائل دینی بسیار اختلاف میکنن جنجال میکنن الله متعال میگه این مردم ها که پلید هستن کفر هم پلیدی است شرک هم پلیدی هست همین شرک و کفر چیزای پلیده بر انسان های پلید نصیب میکنیم قل انظروا بگو که شما نظر بکنید ماذا فی السماوات والارض که چی هست در آسمان ها و زمین و ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون و فایده نمیکنه الآیات و دلائل و النذر و امی تبلیغ هایی که داود ترس است از عذاب الهی هیچ ای تبلیغات و ای معجزات و ای آیات فایده نمیکنه عن قوم لا یؤمنون به قومی که با ایمان ندارن بر از اونها هیچ فایده نمیکنه فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم یعنی یا منتظر نیستن مگر چی را ایام الذین خلوا من قبلهم امروزهایی که قبل از اینا گذشته هست مثل از او امت روزا را میخواین که سر از اینا هم عذابه قل فانتظروا بگو برشان که پس شما انتظار کنین انی معکم من المنتظرین من هم همراه شما از جمله کسایی هستم که انتظار میکنم ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا الله متعال میگه باز وقتی که عذاب آمد ما نجات میدیم کی را رسولنا پیغمبرای خود را والذین آمنوا و کسانی که ایمان آورده است بر شما گفتیم اینجا هم یک موضوع اعتقادی هست که الله متعال ضمیر جمع را چه وقت استعمال میکنه وقتی که عظمت خدا بیان میکنه و در جایی که توحید بیان میکنه باز ضمیر چی استعمال میکنه مفرده قل هو الله احد الله الصمد اینجا سوره توحید است الله میگه قل هو اما اینجا که عظمت خدا بیان میکنه باز الله متعال میگه وقتی که عذاب ما بیایه ثم سپس ننجی ما نجات میتیم الله عظمت خدا بیان میکنه کی را نجات میتیم رسولنا پیغمبرای خود را نجات میتیم والذین و کسانی را که آمنو ایمان آوردن كذلك حق علینا اینمی قسم حق است بالای ما ننجی المؤمنین که ما نجات بدیم مؤمنان را قل یا ایها الناس بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم که ای مردم ان کنتم فی شک من دینی اگر شما هستین در شک از دین ما فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله پس ما عبادت نمیکنم اطاعت نمیکنم الذی و کسانی را که شما تعبدون عبادت و اطاعت میکنین من دون الله بغیر از الله ولکن مک استم اعبد و عبادت میکنم الله را اعبد الله ما عبادت و اطاعت میکنم از الله الذی و ذاتی که یتوفاکم میمیراند شما را و امرت و ما خودم امر کرده شده ایم که ان اکون من المؤمنین ای که باشم خودم هم از جمله مؤمنان و ان اقم وجهک للدین حنیفا و دیگه الله بر ما امر کرده که ان اقم این که استاده بکو درست بساز دور بته وجهک رویت را للدین بر دینی که حنیفا و دین پاک است دین پاکی که در او شرک نیست در او کفر نیست در او الحاد نیست در او بیادبی نیست در او بد اخلاقی نیست ولا تکونن من المشرکین و الله بر ما گفته فکرت باشه که نباشی از کسایی که اونا شریک میسازن با الله در ذات شریک میسازن در اطاعتش در عبادتش در افعالش از جمله از این مردمان نباشی ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك همچنان الله بر ما گفته که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم دست دعا بلند نکو بغیر از الله با آن کسانی که لا ينفعك ولا يضرك ای کسانی که مخلوق هستن نه بر تو نفع رسانده میتونه نه ضرر فان فعلت فانك اذا من الظالمین اگر ای کار تو بکنی که دست دعا را بغیر الله بلند بکنی باز در صورت خودت از جمله چی حساب میشی ظالمین یعنی مشرکین و این یمسسک الله بدر اگر برسانه بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و الله متعال بدر کدام ضرر مریض باشی چشم درد شوی سر درد شوی دل درد شوی گلوی درد بکنه یا کدام مشکل بر تو بیایه فلا کاشف له هیچ کس نمیتونه که این مرض تو را دور بسازه الا هو بغیر از الله به خاطر که شافی الامراض شفا دهنده حقیقی الله هست این دکترها که از خو یک دوا میتن اما شفا الله میتن و این یریدک بخیر فلا راد لفضله و این یریدک و اگر الله اراده بکنه برای تو بخیر یک خیر و نیکی را زندگی را صحت همه چیز پیغمبری را
فلا راد لفضله، پس هیچ کسی رد کرده نمیتونه فضیلت الله را. یا میخواین که تو پیغمبر نباشی، یا میخواین که تو امی فضیلت های الله از تو دور شوه. یهود میخواین، نصارا میخواین، مشرکین میخواین. الله متعال میگه که او مسلمان، این خود درس بر رسول الله هم است، برای امت شام هست. که عبدالله بن عباس رضی الله عنه خود بچه بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت یا بنیه، او بچه که ما اینی اعلمک کلمات، ما چند کلمه رو درس بهت میدم. همین آیت قرآن تفسیرش الله به عبدالله بن عباس میگه. برش چی میگه؟ میگه اگه کل مردم دنیا جمع شود بخوای بر تو ضرر برسانن، ضرر رساندن نمیتونن مگر چیزی که الله بر تو مقدر کرده. کل مردم. و اگر کل مردم بخوای بر تو منفعت برسانه، منفعت رساندن نمیتونه مگر چیزی که الله بر تو چی کرده؟ مقرر کرده. این چیزها رو بسیاری وقتا ما عملی سهل کردیم. یک نفر میخواد که برای تو بسیار منفعت برسانه، سهل میکنه که هیچ چیز نکرد بیچاره. بعضی کسا میخواد برای تو بسیار ضرر برسانه، هیچ چیز کرده نمیتونه. رفعت الاقلام و جفت الصحف. برازی امی عقیده توحید بیان میکنم. چرا؟ به خاطر که الله برش بیان کرده که و ای یمسسک الله بدر، اگر برسانه یا بچشانه الله بر تو کدام ضرر را، فلا کاشف له الا هو، هیچ کسی او را کشف کرده نمیتونه، دور کرده نمیتونه این ضرر از تو الا مگر هو الله. و این یرید که بخیر، اگر الله متعال اراده خیر بکنه، فلا راد لفضله، پس هیچ کسی رد کرده نمیتونه فضیلت الله را. یصیب به من یشاء من عباده، میرسانه به آن من هر کسی که یشاء بخواه من عبادی از بنده هایش. یعنی الله متعال است که برای هر کسی هر چیزی را که بخواه میرسانه. و هو الغفور الرحیم، الله متعال بسیار مغفرت کننده است، بسیار مهربان است. قل یا ایها الناس، بگو ای مردم، قد جاءکم الحق، یقینا که بر شما حق آمده، من ربکم، از جانب پروردگارتان. فمن اهتدى، پس هر کسی که هدایت شد، فانما یهتدی لنفسه، او هدایت میشه برای نفس خود. یعنی هر کسی که هدایت قبول کرد، راهیابی را قبول کرد، به منفعت خودش است. و من ضل، و هر کسی که اختیار کرد گمراهی را، فانما یضل علیها، پس جزای گمراهی بالای خودش میرسه. یعنی اگر کس نیکی میکنه، نیکی برای خودش میرسه پاداشش، و اگر کس بدی میکنه، پس برای خودش بدیش میرسه. حال در دنیا همونطور است. اگر یک کس درس میخونه، خودش لیسانس میگیره، خودش ماستر میشه، خودش دکتر میشه. حال تو که ماستری خواندی، سرما چی کلانکاری داری که اینه والا صاحب ما ماستری خواندم، به من چی؟ خدا که آودی باز ماستری تو برام ما نشته میکنی؟ ها؟ هیچ نمیکنه. شما که در جنت برین، باز میگن که نیست والا همین جنت ما را عوض ما فلانی رو ببر. قرار میری خنده کرده. اگه دیدی که استاد در عذاب است، یک پسخند تا میزنه، میگه که خودش ما رو دعوت میکنه، خودش در سر پل صراط اینه بیچاره استاد ماندگی است. الله متعال میگه فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه، کسی که هدایت میشه فانما یهتدی لنفسه، پس او هدایتش برای نفس خودش است، به منفعت خودش است. و من ضل، و هر کسی که گمراه میشه، فانما یضل علیه، یقینا که او گمراه میشه، یعنی جزای گمراهیش بالای خودش است. و ما انا علیکم بوکیل، و برشان بگو که ای رسول الله صلی الله علیه و ما انا علیکم بوکیل، من ذمه‌وار شما نیستم، ما ذمه‌وار شما نیست. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده صحیحی که انسان باید بر الله توکل بکنه، حتی برای دختر خود گفت یا فاطمه، ای فاطمه بنت محمد، ای فاطمه که تو دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای عملی لنفسک، خودت برای خود عمل بکن. اگر پیسه دارم بگی، اگر لباس من میخوای بگی، اما آخرت ما بر من منفعت رسانده نمیتونم، خودت برای خود چی کو؟ ایمان داشته باشه، اعمال صالحه داشته. از این خاطر بیبی فاطمه الزهرا رضی الله عنها که دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، از تمام دختران جهان کده با اعتقادتر، موحدتر، با حیاتر، با حجاب، با تقوا. حتی نصیحت میکرد، میگفت که جنازه مرا در روز دفن نکنین که در زندگی خود کس جسد مبارک مرا ندیدم. ما این صدر حجاب کردیم که حتی مرده ما هم کس جسد من نامحرمانه نبینه، به این اندازه تقوا داشت. متوجه هستین؟ چون رسول الله صلی الله علیه و میگفت که بعضی کسا خدا فریب میده، من بچه فلانی هستم، بچه فلانی مولوی هستم، بچه فلانی شیخ هستم، بچه فلانی پیغمبر هستم، نواسه پیغمبر هستم. این هیچ منفعت رسانده نمیتونه، چرا که الله متعال میگه والعصر الانسان، جنس انسان در زیان و نقصان است. کی نیست در زیان و نقصان؟ الله میگه 4 صفت داشته باشی. آمنو،
و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگر داشتی پشتازی نگرد که پدر کلان چیست. عالم میگه پسرم وقتی تو را در قبر نهند نگویند پدرت کیست، گویند عملت چیست. نمیگه که what's your father name. در قبر گپا نیست. در قبر تو را پرسان میکنه که الحمدلله رب العالمین ایمان داشتی؟ الرحمن الرحیم ایمان داشتی؟ مالک یوم الدین الله را میدانستی؟ ایاک نعبد آیا خاص عبادت برای الله کردی یا رفتی عبادت زیر پای مردم افتادی و زیر قدم مخلوقات سجده کردی؟ ایاک نعبد را خاص گفتی عبادت برای الله میکنم. این از کل آیات قرآن پرسان میشی. الله متعال میگه فمن اهتدى پس هر کسی که هدایت شد فانما پس یقینا که یهتدی این شخص هدایت میشه لنفسه بر نفس خودش و من ضل و هر کسی که گمراه میشه فانما پس یقین داشته باشین که یضل علیها جزای دلالت و گمراهی از این بالای نفس خودش میه. خودش خدا گمراه کرده خودش مستحق عذاب میشه. و ما انا علیکم بوکیل و ما که پیغمبر هستم ذمه‌وار شما نیستم. ما وکالت شما را کده نمیتونم. شما خودتان باید ایمانتان پیش الله پیش کنین، عبادتتان بر الله پیش کنین، تقوایتان بر الله پیش کنین. واتبع و متابعت بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما یوحی الیک آنچه که بر طرف تو وحی میشه، آنچه که بر تو وحی میشه از آیات قرآن عظیم شان و آنچه که بر تو وحی میشه از احادیث و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم که و ما ینطق عن الهوى. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که وحی چیز این سخنهای رسول الله چی از احادیث رسول الله و ما ینطق عن الهوى. او مردم شما احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل سخنهای مردم عادی فکر نکنین. چرا که رسول الله صلی الله علیه و وقتی که حدیث میگیم حدیث هم وحی الله هست. از کجا گفتی استادی گپه؟ آیا میتونه حدیث رسول الله صلی الله علیه و وحی باشه؟ میگم بله قرآن میگه و ما ینطق عن الهوى. این رسولی که هست این سخن نمیگه از هوا و خواسته های نفسی خود. ان هو الا وحی یوحى. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و میگه الایمان بدون و 70 شعبه معنیش است که بالای رسول الله صلی الله علیه و وحی شده که بگو برای مردم که ایمان 70 چند شعبه داره. وقتی که برش میگه که رسول الله صلی الله علیه و میگه الحیاء من الایمان، رسول الله صلی الله علیه و میگه حیا از جمله ایمان است. پس به این معنی است که رسول الله صلی الله علیه و از دل خود نگفته و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. واتبع ما متابعت بکو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما آنچه را متابعت بکو که یوحى الیک وحی میشه به طرف تو. وحی خفی یا وحی جلی. وحی جلی قرآن است و وحی خفی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. واصبر و به این ضررهایی که نمیرسان بر تو، چی به زبان ضرر برسانن، چی تهمت بکنن، چی افترا بکنن، چی دروغ بگوین، چی بدعت بکنن، چی گناه بکنن، چی شرک بکنن و یا ای که مثلا تو را فیزیکی لط بکنن، دندانت بشکنانن، سرت بترخانن، رویت زخمی بسازن، از خانیت بکشه. واصبر و صبر بکو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر تمامی مصیبت ها حتی یحکم الله، تا زمانی که باز کلگی در مقابل الله استاشه و باز الله حکم بکنه و فیصله بکنه. و هو خیر الحاکمین و یقین داشته باشین که الله متعال او از خیر الحاکمین بهترین حکم کنندگان، یعنی با بسیار عدالت الله متعال حکم میکنه. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك و اتوب الیک. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم و زین اخلاقنا بالقرآن العظیم و ادخلنا في الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظيم.